دوستان محترم سلام. ما در این ویدیو میخوایم در مورد اولتراساوند و تکنیک استفاده از دکمه اولتراساوند برای شما معلومات بدم. دوستان ما که از افغانستان، از ایران درخواست این ویدیو را کردن، میتونن این ویدیو را ببینن کانال افغان لکچر. حالا میایم میبینیم سر ماشین. به صورت عموم ماشین های اولتراساوند میتونه پورتیبل باشه، میتونه به این شکل باشه. در اینجا ما یک صفحه اسکرین داریم، صفحه کنترلر اسکرین داریم، دکمه ها داریم و همچنان در بعضی اوقات ما مکمل کیبورد اضافی داریم، میتونه پوت شده باشه، میتونه باز شود. از طرف دیگه ما پروبا را داریم. هر پروب توسط لاین مخصوص، این حتما ماشین های بزرگ پروبایشان کلانتر است و جایی که اینا وصل میشن، اینا در این قسمت در این داکینگ استیشنش است که اینجا وصل میشه. در خط اگر ما بخوایم پروب تغییر بدیم، فرضاً این پروب میکشیم، شما تمام جایی که ارتباط داره با چیز میتونین ببینین با خود کامپیوتر که از طریق از این پردازش میشه یا ای که همون سافت‌ور دیولپینگ صدا و تصویر به اصطلاح از انتقال میکنه و پردازنده در داخل است. خب من این را پس دوباره مندازم. یک پروب منحنی ماست که پروب ابدومینال است که اکثرا بین 3 تا 6 مگاهرتز اینا فرکانسی داره. عمق بیشتر میتونه ببینه، سطح بیشتر میتونه به این شکل احتوا کنه و اکثرا به پروبای شکمی از استفاده میکنه. همچنان برای گرفتن بیوپسی شما این ندبه بغلش ببینید. این در خط نشان دهنده است که به این پروب، البته در این ماشین ما که نشان میده برای ما که از این طریق سوزن ما را در صفحه تلویزیون ما یا صفحه نمایشگر برای ما نشان میده. میایم سر ماشین. اینجا به شمول نام، تاریخ، اسم دکتر، مرجعی که مریض برای ما شده، میتونیم اینا رو همیشه اینجا نوشته کنیم. در غیر از او فقط کافی است که تاریخ و نام مریض نوشته کنیم، به خاطر که پیش خود ما داشته باشیم مگه معلوماتش. و در اینجا چون مریض ما سیستم نتورک داریم اما ما او رو نمیخوایم استفاده کنیم، از ایمرجنسی آیدی استفاده میکنیم. در ایمرجنسی آیدی وقتی که بگیرم، چون ما این پروب اکثرا استفاده میکنیم، ابدومن یا شکم، به اینجا اتومات میره. میتونیم پریست های مختلف دیگه داشته باشیم، مثلا برای دیدن شرايين کاروتید یا ثباتی. اگر به اون صورت ما از پروب دیگر استفاده میکنیم که اگر من رو انتخاب کنم مستقیم اینی پروب ما خود انتخاب به اصطلاح خودش اتومات میکنه. اگر پریست های دیگه مانند برست، تایروید، obstetric, gynecology, vaginal, fetal heart, adult heart, pediatric, coronary و غیره را استفاده کنیم، از طریق میتونیم به اصطلاح او را انتخاب کنیم. خب به خاطر از اینکه ما بریم پیش انتخاب خودم میکنیم، ابدومینال اولتراساوند خود در ایمرجنسی آیدی شروع میکنیم. شما میبینین این پروب انتخاب شده. پروب راست خود پس میگذاریم. در اینجا نقطه‌ای که براتون گفتم این نقطه است. این در خط نشان دهنده همین تی ماست. تی یه جایی که اگر در ماشین دیگه باشه میتونه باعث یک کلوله، یک نقطه در حقیقت یک فرق میکنه طرف راست چپ، که در اینجا نشان میده که کدام طرف ما به اینجا نزدیک است. به خاطر بیشتر دیدن این موضوع ما فقط بالا امیر قسمت یک اندازه جل انداختم، بلکه شما میبینید که ساحه‌ای که نشان میده در این طرف اسکرین مترافق با این ندبه است. ندبه دیگه ما به این شکل قرار داره. حتما ما یک قید داریم. این ندبه به خاطر از است که وقتی ما قید بالایش بگذاریم و بسته کنیم، برای بیوپسی ما زوایای مختلف را میده که او را هم چند دقیقه براتون نشان میدم. فرضاً ما شروع میکنم به دیدن، چون وسیله بطنی است، اکثرا برای دیدن جگر، برای دیدن گرده، برای دیدن احشای بطنی، مثانه و در نزد اطفال تا روده ها را میتونیم تاستزی ببینیم. خب بیاییم ببینیم که ما یک اندازه تغییرات در دیدن یا در تغییراتی که ما میاریم که سبب بهتر شدن تصویر برای ما میشه او چی است. اولی که باید درست سطح که تماس با مریض است باید جل داشته باشه. جل در حقیقت انتقال صدا را بین یک میدیم یا یک وسط تا وسط دیگه آسان تر میسازه و تصویر ما را بیشتر و خوبتر میسازه.
و تعقیب از اون ما داریم چند نقطه مهم که یکیش فوکس است، فرکانسی است، گین است، دپت است یا عمق است یا زوم است، کالر داپلر یا رنگه به اصطلاح جریان مایع را به طرف یا خارج از طرف چیز پروب ما نشان میده. پاور داپلر در این صورت تمام جریانات را به صورت عموم نشان میده. بعضی داپلرهای دیگه که به نام SMI، TDI، پاور داپلر اینجا هم هست. پلس ویو بخشین پاور داپلر اینجا بود. پلس ویو در حقیقت نشان دهنده جریانات سریع از یک نقطه معین نشان میده که استفاده میشه در پلس دیدن نبضان شرايين اکثرا استفاده ما میکنیم. ام مود است که موشن مود است که در اینجا ما از خصوص از پروبای کوچک داخل الجلی بر دیدن مثلا حرکات قلب، خصوصا قلب وقتی در ایکوکاردیوگرافی استفاده میکنیم از ام مود استفاده میشه. همچنان بر دیدن بعضی از حرکات در یک سایه کوچک که در ما از ام مود استفاده میکنیم. میایم سر فوکس. شما ببینید در اینجا فوکس ما اینجا نوشته است، اگر زوم کنین 64%. این ساحه است که ما میتونم توسط ازی ببینم. ساحه به این معنی عمق 15 سانتی را ما میتونم به خوبی ببینم توسط این پروب خود. اگر ما بخوایم که در عمق 15 سانتی در ساحه 10 سانتی خود فوکس کنیم، در اینجا ما در این قسمت قرار داره فوکس ما. فوکس میتونیم بالا ببریم. اگر به سطح نزدیکتر فوکس شود، شما خودتان میبینید تصویر چقدر تغییر میکنه. فوکس بالا بردم، تصویر در اینجا بالای از اینجا پردازنده در اینجا کار میکنه، اما از این ساحه برآمد. فوکس پایان میارم، تصویر ما پایان آمد. این هم خیلی مهم است برای پیدا کردن عمق و همچنان بعضی بر دیدن یا وضاحت بیشتر چیز. تکمه بعدی ما در اینجا گین است. گین به صورت عموم سفر تاریک و یا روشن میسازه. در بعض اوقات ما داریم، چون این اتومات است، در بعض اوقات ما میتونیم پرده ها را در هر ساحه بخوایم تاریک روشن کنیم. در اون صورت ما از التراساوند های سابقه ما که اگر متوجه شوین شما پرده ها را دارین که میتونیم تاریک روشن به هر اندازه‌ای که از بالا تا پایان در این قسمت است. در این ماشین نیست، چون ماشین به صورت اتومات خودش میتونه گین تغییر بده. با نظر به اینکه موقعیت فوکس ما همچنان گین هم بالای همون ساحه تغییر میکنه. شما متوجه اتومات خودش تغییر کرد. بخش دوم فرکانسی است. فرکانسی واحد از این است که چقدر اهتزاز در یک دقیقه یا در یک ثانیه صورت میگیره و هر چقدر اهتزازات زیاد باشه وضاحت تصویر بلند است اما عمق تصویر پایین است. به این معنی در اینجا اگر من های فرکانسی را بگیرم، در این صورت رزولوشن ساحه سطحی ما با این فوکس ما بسیار بلند است، اما من نمیتونم داخل برم توسط صدای خود یا امواج صدایی خود، به خاطر که فرکانسی ما بالا هست، زور نداره تا پایان برسانه. فرکانسی رو تغییر میتونم یک خانه پایان که جنرال است. در این صورت این ساحه میتونم داخل شوم. اگر ما فوکس خود این ساحه بیارم، جمع فرکانسی این ساحه بهتر به ما واضح شده. جنرال است و باید از او پنتریت یا بیخی کمترین فرکانسی را داره، یعنی ضعیفترین همون 3 مگاهرتز گفتم میتونه در 3 برسه یا 2.5 تا پایان برسه. اگر ما فوکس تغییر کنم، ساحه را که ما میتونم بیشتر ببینم در اینجاست. البته ساحه های سطحی را ما همچنان دیده میتونیم. در اون صورت تصویر ما بهتر میشه. میتونم تغییر بدم. فقط ما اینجا جلد داریم، دیگه چیز نداریم، نه مریض داریم نه کس دیگه. خب بیایم سر عمق یا زوم. شما ببینید حالا ما تا زوم 20 سانتی متری را میخوایم ببینم. در این صورت باید ما پنتریت باشم، یعنی در حقیقت پنتریت فرکانسی ما باشه و ساحه‌ای که ما میخوایم ببینم پایان ترین قسمت قرار میتونم. اگر یک جسمی که در داخل شکم یا در قسمت خلفی کبد یا جگر باشه، ما میتونم به این واسه زوم بتونم ببینم. همچنین زوم میتونیم در حالاتی که مثلا گذاشتن یک درن میگذاریم برای یک اسیتس یا اسایتس یا مایع داخل بطنی و یا ای که در داخل پلاورا، در اون صورت ما میتونم این زوم کنم. فقط جایی که ما مهم است برای من قسمت است. در اون صورت من زوم میکنم. در این صورت تصویر ما هم بلند میشه، فریم ریت هم بالا میره و ما بسیار خوبی میتونم ببینم.
موضوعی که پیشتر گفتم که انگل یا زاویه را تعیین میکنیم به خاطر بیوپسی، ما یک انگل گاید هم در هر ماشین می داشته باشیم. شما به صورت عموم ببینید این ماشین ما انگل گاید یا بایوپسی گاید مندازم، این بایوپسی گاید یک آمده در خط نشان میده که این دوم شد، این زاویه سوم شد، اینجا زاویه چهارم شد و این قسمت زاویه پنجم و این از ساحه‌ای که میبره از این ساحه است. یعنی وقتی که ما به مستقیما اگر ما این شکل نشان بدم براتون، انگل گاید ما اینجاست. تغییر بدیم، مثلا یک فوکس یا یک میراق داشته باشیم و بیوپسی کنم در این قسمت باشه، میتونم اینجا با این زاویه درایم و ببینم و همین زمان هر فاصله بین از اینا 1 سانتی متر نشان میده که برای من نشان میده که از سطح جلد 1 2 3 4 5 6 7 سانتی باید داخل شوم تا یک چیز را در این ساحه ببینم. برای داشتن انگل گاید ما یک انگل یا یک زاویه‌ای که میگیرن یا به اصطلاح یک قید هست که در دور ازی مفته که رو هم براتون نشان میدم. باز اینجا ما اما قیدی که نام گرفته بودم اینجا برای شما نشان میدم. قیدها میتونه نظر به ساختار خود یا کمپانی که پروبا ساخته میتونه براش قیدم بسازه که او رو میتونه آدم چی کنه، آردر بته جدا از طریق اینترنت و یا یکی از کمپانی های خودش میتونه آدم بگیره. این اکثرا برای جراحی‌های سطحی خیلی مهم است، برای گرفتن پارچه، برای گذاشتن درین در یک آبسه، برای باز کردن فرزن آبسه پری اپندیکولر، برای باز کردن مجرای صفراوی اگر بند باشه کسی صفرا را باش درین بگذارین، برای باز کردن گرده بند که در حقیقت نفروستومی میگن. گذاشتن درین توسط اولتراساوند خیلی آسان است در مراحلش و این در هر منطقه میتونه قابل اجرا باشه، فقط شرایط اسیپسی انتیسیپسی باشه در معاینه خانه میتونه اجرا شود در افغانستان. و برای کسایی که در مناطق دوردست اولتراساوند میکنن یک امر است که باید یاد بگیرن. به خاطر دیدن از او باز یک ویدیو دیگه ما که مکمل تشریح دادیم چه قسم شما درین میگذارین او رو میتونین ببینید. خب اینجا ما قاعده زدم. متوجه باشین که همین ندبایی که در اطراف از این چیز ما داریم این در حقیقت گیرنده های قید هم هستن. شما ببینید اینجا این ندبه در اینجا خود یک جایی داره برای گرفتن یا بسته کردن خود قید است که در داخلش اگر شما ببینید اینجا جایی هست که با این وصل میشه و این نمیگذاره تا ای که شور بخوره. خب این ما در اینجا قرار میتونم در این ندبه اول ببینید ترقت سرش هم به این رقم بسته میشه. این که هر رقم زور بزنیم نمیبره و در سر از این ما گاید سوزن خود قرار میده. این در حقیقت به اینجا پوش پلاستیکی روی ازی قرار میدیم که او محکم است، تعقیم شدگی است، یا در شرایطی که معاینه خانه باشه بعض وقتا از کاندوم میتونن استفاده کنن که بالای ازی کش میکنن، در حقیقت پاک است و بالای ازی با سوزن هم میتونن گاید سوزن قرار بدن و از طریق از اون به هر زاویه که بخواین هم داخل شده میتونن. تو با حال زاویه خودم میگیم و در اینجا هر چیزی که ما تماس بگیریم متوجه شده که دست ما هست نشان میده که ما در این ساحه دست ما به می زاویه هست. اگر زاویه را تغییر بدم دست او طرف رفت. اگر خب در اینجا من دست خود باعث یک مثال براتون نشان دادم. شما تصویر بسیار خوبی میتونید ببینید. کسایی که اولتراساوند کار نکرده بازم براتون میگم دکترای افغانستان هر جایی که هستین اولتراساوند یاد بگیرید، خاطر که برای شما فاید هم برای تشخیص داره و هم برای ازی که تداوی مریضایتان است. در مناطق دوردست خصوصا در قرا، قصبات و ولایت‌هایی که دور که از شفاخانه دور هستین، اگر یک دکتر ما در ساحه بتونه توسط اولتراساوند تشخیص بکنه و بعض چیزها را تداوی کنه ما بسیار پیش رفتیم. و یک تکنولوژی هست که در حال گسترش است، در هر جای قابل دسترس است، آسان است یاد گرفتنش، فقط کار داره و یک هنر است. به اصطلاح با وجودی که علم است باید هنر هم است، خاطر که هنر دستی است. چیزی که یک کس میکنه شاید نفر دوم نتونه بکنه، من است یک هنرمند. خب این بود این ویدیو. برای ویدیوی بعدی باز هم ما بالای یک مریض که به اصطلاح یک دوستم است، بالای از او طریقه اجرای اولتراساوند کردن اشعه داخل بطنی را ما برای شما نشان میدم. تشکر.